خب سلام رفقا همکاران، انشالله که همیشه خوب باشین. خواستم نحوه فارسی بود کردن آجر رو بهتون یاد بدم. اول یه میز نیاز دارید شما. ما این میز رو با نبشی 5 درست کردیم. دو تا نبشی، یکی این و یکی اونور جوش دادیم. شما میتونید روی نبشی حتی سنگ چرستایی هم فارسی برش کنید. اینجوری میخوابونید راحت. فارسی نیاز به گیره میرم نداره. حالا من دیدم بعض همکارا گیره میزنن، گیره نجاری سنگا رو فارسی. با این روش میتونید سنگای ابعاد 10 سانتی رو فارسی برش کنید. بعد ظاهراً به تعداد اندازه قد خودت میز درست میکنی و فارسی. حالا فعلا من این آجر رو به این شکل، چون دونه دونه خیلی وقت میگیره، اما با این شکل درست کردم. بعد فارسی برش کردم. فارسی برم که میکنی حتما صفحه سنگ باشه به این شکل. این صفحه سنگ ببین با این خیلی تمیز هم فارسی برش میکنه، هم لپر نمیکنه. فقط حواستون باشه وقتی خیلی باش کار میکنین، چون از دوبر ساب میخوره این ممکنه بپوکه. مواظب باشین که تا خیلی نصابه خیلی نازک نشده عوضش کنید. موفق باشید و